درود بر شما هواداران کانال ما. این جهان را نگر به چشم خیرت، نه بدان چشم که کندران نگری. از خردسالی آرزو میکردم که لیاچیک میشوم، ولی همسینفانم به حالم خندیده میگفتند صغیره دیوانه شده ای. برای لیاچیک شدن پولی کلان و تقای زور در کار. تو باشی گوگرچوب نداری برای دندانکابی. گپشان هم جان داشت، چون که پدرم را سالهای جنگ شهروندی کشته بودند و من و مادرم تکیهگاه نداشتیم. میدانستم که شانس ندارم، ولی ناامید نشده شب و روز میخواندم. فن فیزیک را دوست می داشتم. هنگامی در صنف هشتم خواندن نسخه سملیات را ساختم. جای اول را گرفتم. خلاص صنف 11 را با مدال طلا ختم کرده حجتهایم را به یک کالج تکنیکی سپاریدم. سال اخیر تحصیلم بین دانشجویان آزمون اعلام کردند. جای اول را گرفتم و راهبریت مرا برای ادامه دادن تحصیل به دانشگاه قزاقستان فرستادند. 3 سال خوانده صاحب دیپلم سرخ شدم. خادمان دانشگاه مرا زیر قنات خود گرفتند. وقتی که لیاچیک پرزیدنت استعفا داد، برای پیدا کردن کادر نو آزمون اعلان نمودند. من باشم هر چی باد گفته حجتهایم را پیشنهاد کردم و روز آزمون میان 18 نفر غالبیت به دست آوردم. جای اول را اشغال نمودن یک تاجیک بچه را شنیده همه گریبانشان را می داشتند. امروز در قزاقستان در شهر آستانه کار و زندگی می کنم. لیاچیکی پرزیدنتم. معاش خوب میگیرم. مادرم تیز به خبرگیریم آمده چند روز مهمان می شود و باز بر می گردند. سرگذشتم را نه برای خودم را تعریف کردن، بلکه به آن خاطر نوشتم که به جوانان درس عبرت شود. خوانید برادرها، چون که آدمی با سواد هیچگاه خوار و زار نمی شود. دانش باشد نه پول در کار است، نه تقای زور. کادر خوب هیچگاه بیکار نمی ماند. اسرائیل شهر آستانه. دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بعد بر تن تو جوشن است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.